چندین هزار نفر در یک راهپیمایی سالانه صلح عظیم شهر سربرنیتسای بوسنیا شدند. جمع آمد در عرفه 20مین سالگرد کشتاری دست جمعی 8000 مسلمان بوسنیا برپا می شود. اشتراک کنندگان در دوام 3 روز 120 کیلومتر را طی می کنند. بخش بزرگ این راهپیمایی در پیراهه‌های دشوارگذری تپه و جنگل‌ها می‌گذرد. 11 ایول سال 1995 بعد اشغال سربرنیتسا از طرف نیروهای سرب، مسلمانان بوسنیا این راه را برای فرار استفاده برده بودند. از 10 تا 15 هزار مرد و نورس مسلمان سعی داشتند به منطقه زیر نظارت حکومت بوسنیا فرار کنند، ولی شمار بزرگ آنها در راه وفات کردند و یا از طرف نیروهای سرب‌های بوسنیا کشته شدند. این نوع یخماس را احتمال شما هیچگاه نچشیده باشید. برای تولید یخماس از شیر اسب که طعم ترش دارد و یخماس از شیر شتر که به طعم ونیل شبیه است 2 سال صرف شده است. در قزاقستان شیر اسب و شتر به طور فراوان در استحصال مشروبات و پنیر استفاده می شود. تولید کنندگان یخماس در شهر شیمکن میگویند نوع‌های جدید یخماس هم طعم خوب دارند و هم برای سلامتی مفید می باشند. در دوشنبه سفارت امریکا به نهادهای قدرتی تاجیکستان 87 ماشین تقدیم کرد که اکثرا برای استفاده در گشت‌های نظامی و اجرای وظیفه استفاده خواهند شد. در مراسمی با تنتنه سپردن وسیله‌های نقلیات سفیر ایالات متحده سیوزن الیوت گفت که مبلغ این تحفه‌های حکومت امریکا به $5 میلیون برابر است. ماشین‌ها در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، نظارت مرز و دیگر چالش‌ها استفاده خواهند شد. کشورهای غربی در تحکیم نهادهای قدرتی و نیروهای مرزبانی تاجیکستان منظم کمک می‌رسانند.